سلام، شهاب انگلیش اومد. توی این ویدیو میخوام بهت 5 تا از جملات پرکاربرد که توی سفر لازمت میشه رو بهت بگم که حتما توی سفر استفاده کنی. پس حتما تا آخر این ویدیو رو ببین. اولین جمله where is the nearest و اون مکان رو میگی. این برای چیه؟ این برای موقعیه که تازه وارد یک شهری شدی و دنبال جا میگردی، دنبال نزدیکترین جا میگردی. خب و میپرسی مثلا where is the nearest hotel, where is the nearest restaurant. دنبال جا برای موندن میگردی، اینو میگی where is the nearest hotel, where is the nearest restaurant. خب این برای موقعی که دنبال جا میگردی. این خیلی کاربرد داره. جمله دوم I have a reservation. این برای موقعیه که تو یه هتلی رزرو کردی، تو یه رستورانی رزرو کردی و میگی Hi, I have a reservation و اینو میگی. این برای موقعیه که تو یک جایی رو رزرو کردی Hi, I have a reservation, my name is شهاب. اینو میگی. جمله سوم Can I pay by card. این جمله رو موقعی میگی که توی فروشگاهی هستی، توی رستورانی هستی و میشه که با کارت بانکیت پرداخت کنی. میگی Can I pay by card. این درسته. میگی Can I pay by card. وقتی اینو بگی میتونی با کارت بانکیت پرداخت کنی. اینو یه جاهایی مثل رستوران، فروشگاه، اینو جاها میگی. جمله چهارم I'm lost, can you help me. این برای موقعیه که توی شهر جدیدی و گم شدی، از یه نفر میپرسی که میتونی کمکم بکنی، مثلا اینجا برم یا اونجا برم. مثلا I'm lost, can you show me the way to the restaurant. میتونی کمکم کنی برم رستوران. به همین راحتی اون جمله رو میگی و یه مکانی رو میگی. به همین راحتی. جمله آخر که میشه جمله پنجم، اینو میگیم What time does it open. اینو میگی و اون مکان رو میگی. What time does this restaurant open. What time does this hotel open. What time. حالا هرچی اینو میگی، این جمله رو میگی و در آخرش یک مکانی رو میگی. با این 5 جمله‌ای که بهت گفتم تو میتونی توی هر شهر جدیدی که رفتی هر جایی که میخوای رو پیدا بکنی. فقط با این 5 جمله سوالی که راحت میتونی هر جایی که میخوای پیدا بکنی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی و برات مفید بود، کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو حتما روشن کن تا هر موقع ویدیو گذاشتم تو اولین نفری باشی که میبینی.